بچه‌ها چیکارا کردید ما نبودیم؟ پادکست ها رو خوب گوش دادید یا نه؟ این سری میخوایم بچه‌ها مثل که خوب گوش دادن. آره دستشون درد خوبی گرفتیم. حالا میخوایم این سری پادکست جدید جنجالی اومدیم مورد علاقه من باشه فقط. آره راست میگی. خب میدونی میخوایم چی حرف بزنیم این سری؟ در مورد اینکه چجوری میشه یکی جرم انجام میده. چه نوع جرمی؟ خوشگلم من جنایت و اینا. ببین کلا خب جرم مثلا تعریفش رو بخوایم بکنیم یعنی کاری که برخلاف قوانین اون جامعه باشه. خب که کلا جرمم تو بستر فرهنگ اون جامعه و قوانین اون جامعه تر. مثلا چیزی که اینجا مثلا ممکنه جرم باشه توی کشور دیگه ممکنه جرم نباشه. به ارزش ها دقیقاً به اون بستر جامعه ربط داره. این کلا ولی جرم میرسه جرما دیگه همه جا جرمه. بله مثلا قتل همه جا جرمه، دزدی همه جا جرمه، خب تجاوز همه جا جرمه. فکر می‌کنم اینا چیزی که همه جا هستن. خب الان من یه سوالی دارم میخوام بپرسم که اصلا تعریف این آدم‌هایی که مرتکب جرم میشن خب چرا این کارو میکنن؟ آره چرا این کارو میکنن؟ چه دلیلی داره؟ از چه لحاظ باید بررسی کنیم؟ آره خب همون دیگه میخوایم الان این در مورد این حرف بزنیم. میخوایم از 3 تا منظر بهش نگاه بکنیم. یه منظر جامعه شناختی، منظر روان شناختی و فیزیولوژیک. فیزیولوژیک هم آره اینا رو اول فیزیولوژیک آره ببین خیلی جالبه. از دیدگاه فیزیولوژی که دانشمندی بود به نام لومبروزو. خب این اومد روی جنایتکارای اون قاتلای سریالی کار کردش. خب بعد دیدش که اینا از لحاظ فیزیکشون فرق دارن. یعنی چی؟ مثلا دید اونایی که این جرما رو انجام دادن جمجمه‌شون گنده تر بوده شیما. خب یعنی کلشون بینیش آره و مثلا دید بینیای پهن داشتن و مثلا گوشای بزرگ داشتن، لبای کلفت، بعد استخونه گونه برجسته‌ای داشتن. یعنی میگفت کلا اینا خیلی شبیه انسان‌های نخستینن، نئاندرتالا بودن. آره میگه چهره‌هاشون این شکلیه. خب پیشونیای برجسته و آره فهمیدم چه مدل چه تیپی انسان‌های اولیه چه شکلی بودن. یه ذره مثلا اون شکلی بودن. یعنی میشه گفت برچسبت که مثلا همه آدمایی که اینجوریان خشنن. بستگی داره از چه دیدگاهی بهش نگاه کنیم. مثلا لومبروزو میگفت آدما جنایتکار به دنیا میان، یعنی اینا تو ژنشونه اصلا همینجوری به دنیا میان و اصلا این شکلی هن. هر کی دیدی مثلا این شکلی و اینجوری بود فرار کن. آره فرار کن. خب آخه زیاد داریم ما زیاد میشناسم آدم کله گنده، تازه کوتاه کله گنده، گوش بزرگ، لبای کلفت و بینیای پهن. آره خیلی زیاده فرار کنیم. خب ببین اونا دید فیزیولوژیکه. آخه یه دید دیگه که تو ذهن ما بوده، یعنی من شنیدم میگفتن آدمایی که کله های بزرگی دارن آدمای خیلی باهوشی هن. خب من ببین این لومبروزو بوده، یه دانشمند اینو نظریه داده. نشون بگیم هر کی کله گنده است که قاتله. تو در مورد این نظریه داری که مثلا کلهشون بزرگه؟ چه چیزی شنیدی که میگن اینه که کله بزرگی نه من نشنیدم. آخه باید تحقیق کنن. آره. رو چه جامعه، رو جامعه آماری چیه، تو چه سنی. باهوشن الان دیگه فهمیدم قاتلن. حالا اینی هم که گفته ببین دیده فیزیولوژیکه، یعنی نمیتونیم ما بگیم 100% اینه، نه ما داریم واقعا نظریه مختلف ولی جالب بود نظریه‌اش. آره. کله گنده رو شک کنیم. نه واسه طنز، به صورت طنز داریم میگیم که بچه‌ها به دلتون بشینه. آره راست میگه. وگرنه بنده خدا کلش گنده است دیگه. چه ربطی داره؟ یکی کلش کوچیکه چیه؟ بابا این همه داشتیم یه رو نو اصلا قیافه‌شو می‌بینی اصلا امکان نداره قاتل باشه. ولی قاتل. آره آخه منم به همین میگم نمیتونی بگی. حالا این یه دانشمندی بود یه همچین نظریه‌ای داده که خیلی هم چالشی ایجاد کرده. یعنی اصلا خیلی یعنی یه چالش خیلی بزرگی در جامعه را، یعنی توی اون بستر را انداخته بود و روانشناسا مخالفت کرده بودن جامعهش. یعنی کلا خیلی چالش انگیزه این حرف. این که مثلا آره نمیتونی اصلی آره نمیتونی واقعا بگم چنین چیزیو. بعد مثلا یه چیز دیگه هم بررسی کردن، رابطه کروموزوم با جرم. میدونی که کروموزوم‌ها توی خانوما
2 ایکسه، خب برای آقایون ایکس و ایگرگه. بعد تحقیق کردن دیدن اونایی که بیشتر مرتکب جرم شده بودن کروموزومشون ایکس ایگرگ ایگرگه، 2 ایگرگ داره. چه جالب. خب بعد حالا مثلا 2 ایگرگ داره فکر نکنن مثلا این دیگه ابرمرده، نه یه همچین چیزی نیست. اونایی که 2 ایگرگ دارن اتفاقا ویژگیشون اینجوریه که مثلا آدمای کم هوشی ان، هوششون پایینه. خب بعد قدای بلند دارن، بعد اینا کلن کار زشت میکنن یا اعمال مثلا ضد قانون یا بده کلن زشت از نظر هم انجام میدن، اصلا احساس پشیمونی نمیکنن، فکر نمیکنن یه کاریه که بعد ناراحت شن، اصلا ناراحت نمیشن کلن مثلا این کار انجام دادن. بعد خیلی هم جالبه که الان در مورد ببخشید وسط حرف، الان در مورد جرم یعنی خشونت بیشتر یا مثلا جرم خاصیه که اینی که من دارم میگم در مورد مجرمایی که بیشتر به اموال مردم آسیب رسوندن، چون میدونی که خب اینم جرمه دیگه. تو به اموال یه فرد دیگه آسیب میرسونی، دزدی میکنی یا مثلا از این تیپ جرم انجام دادن، نه که آدم نمیکنی، نه قتل نیست، در مورد تخریب اموال عمومی و دزدی و در واقع اینجور آسیباست. خب دیدن که اینا بیشتر سراغ اینن، بعد چون نه که هوششون هم کمه اینا زودم دستگیر میشن اصولا. آره دیگه نمیتونن فهم. مثلا من شنیده بودم که قاتلای سریالی خیلی آدمای باهوشی، بله خیلی خیلی، چون نمیتونه مثلا به این راحتی نمیشه گیرشون انداخت. نه بسیار باهوشن. ما حتی اصلا قاتلای زنجیری هم داریم که اصلا پیدا نشدن. نه حتی پلیس هم راحت سر کار میذارن. اصلا یکی از تفریحشونه که بازی کنن با پلیس. من خیلی دوست دارم این سریالا و فیلمای. آره یه سریال کریمینال ما خیلی قشنگ بود، قشنگ توش نشون داده که دکستر هم قشنگ بود. آره دکستر که اصلا خودش خیلی جالبه که یه حالت شخصیت سادیسمی هم داشت. داشته بحث ما آره پکیج بوده. آره ما اصلا دوست داشت تیکه تیکه میکرد و اینا. آره ما زیاد فیلم دیدیم. لاولی بونز هم بود دیگه، قاتل سریالی بود. آره اینا خیلی باهوشن، دقت بکنی راحت اصلا گیر نمیافتن، قشنگ میدونن که باید چی کار کنن که صحنه رو پس درسته که آدمای باهوشی ان. آره ولی همشون رو نمیتونیم بگیم ولی اونایی که حرفه‌این و پلیس نمیتونه اونا رو راحت گیر بندازه واقعا هوش بالایی دارن. مثلا یکی از این قاتله زنجیره‌ای بودش که اصلا آیکیوی بالایی داشت، یعنی مثلا تو مدرسه درس دوست نداشت بخونه ولی تست هوش داده بودن، جزء افراد باهوش جامعه بود. ولی خیلی جالب بود الان که یادم افتاد. و مثلا میدونی یه تحقیق دیگه کردن، دیدن که توی افراد جنایتکار سطح سروتونین خونشون خب شیما کمتر از میانگین افراد جامعه است، یعنی هورمون سروتونین. باعث چی میشه سروتونین؟ هورمون سروتونین تو بدن ما یه عامل مهار کننده است، کاهش دهنده در واقع عمله. مثلا شدت یه حالت مهار کننده داره، یعنی وقتی یه اتفاقی برای تو زندگی یا یه مثال بزنم که من متوجه شم. مثلا من مثلا به تو یه فوش میدم، خب سروتونین که تو بدن تو هست، خب این هورمون باعث میشه که وقتی من به تو فوش میدم تو با خودت میشینی بهترین عکس‌العمل رو نشون میدی نسبت به موقعیت. یعنی فکر میکنی در موردش یا تحمل؟ یه حالت مهار کننده داره برات، تحملتو بیشتر میکنه. آره یه حالتی که اون چیزی که هست شدت عمل تو رو مهار میکنه. مثل اینکه مثلا تو میخوای یارو رو بکشی، یکی میاد جلوتو نگه داره، نه این کارو نکن. سروتونین یه حالتی که مانع است. سروتونین مدیریت خشم میکنه. سروتونین یه حالتی مهارت میکنه، میگه نه تو بهترین عکس‌العمل رو نشون بده. یه عکس‌العملی که بهتری، مثلا تو الان میدونی مثلا یه رو بکشی مثلا میری زندان، مثال میزنم، در نتیجه نمیای بکشی طرفو که میدونی کمه توی آدمایی که مثلا اونایی که کلا قتل انجام میدن یا تجاوز میکنن یا دزدیایی که اصلا نقشه‌ای ندارن از قبل انجام میدن، یه حالت تکانشیه، یهویی میرن این کارو میکنن.
مهاری ندارن تو خودشون. میدونی یعنی یه چیزی مثلا حالا چه میدونم یه تنشی در اون خوش احساس میکنن، نمیتونن اونو مهارش کنن، هم موقع عملیش میکنن. خب ولی سروتونین هورمونی که تو بدن ما اسمش اون شدت عمل ما رو مهار میکنه، میگه اینقدر چیز نباشه مثلا وای سروتونین پس باشه. ما ایرانی‌ها دیدی مثلا اینجوری میکنیم بزن بریم شمال. سروتونین نداریم بعد همون میریم. نه حالا خیلی رفتاره تکانشی دیگه یه هویی. خب ما داریم این رفتاره تکانشی. مثلا اینی که گفتی یه جلوشو نمیگیریم میریم اون کار انجام میده، یاد خودمون افتادم. یه تصمیم میگیریم همون کارو میکنیم، فکر نمیکنیم اصلا. راست میگی سروتونین هستش. حالا جالبه بریم ببینیم مثلا دیدگاه هایی که من برای بچه‌ها میخوام بگم اینا رو گلچین کردم. ببین مثلا دیدگاه فیزیولوژیک خیلی توش کار کردن. یعنی یکی گفته مثلا تیپ بدنی هم حتی دیدن تاثیر داشته سر تحقیقات، مثلا یارو قد بلنده مثلا چاقه، یارو همه اینا رو کار کردم. ولی دیگه گفتم اگه بخوام بگم دیگه خیلی طولانی میشه. اینا رو مثلا سلکت شده است که میگم یعنی بچه‌ها فکر نکنن مثلا همیناست تمومه، نه بیشتره. بچه بعد اینا همه نظریه بوده، حالا ما شوخی کردیم واقعا، مثلا حالا یکی کله بزرگ داره یا چیزه، اینا همه نظریه. اینا رو ما خودمون نمیگیم. آره من حالا به صورت خنده و اینا گفتم که یه ذره چیز بشه از این حالت. آره خوشگش در ولی واقعا نباید برچسب بزنیم به کسی. حالا نه بابا، چون من خودم خیلی ها میشناسم کلهشون گنده‌ست. چه ربطی آره مثال دارم میگم. آره. یا قدشون بلنده. آره میدونی بعد اینا خیلی کار کردم. مثلا من وقتی 3 تا میگم و اینا چون میدونم واقعا زمان نیست، نمیشه، محدودیت داریم. من اینا خیلی زیاده. مثلا حالا توی دیدگاه روانشناختی روانکاوا خیلی نظریه جالبی دادن تو چیزایی که اونایی که مجرم میشن و اینا شیما. وقتی در مورد روانکاوی صحبت میکنیم اولین نفری که بنیانگذارش بوده فروید میاد تو ذهنمون دیگه. خب خیلی چیزای جالبی گفتن. قبل اینکه من در مورد اینکه روانکاوا چی میگم باید بچه‌ها این 3 تا رو حتما بدونن. این تعریفی که میخوام بکنم باید اینو بلد باشن. روانکاوا میگه که شخصیت انسان 3 تا بخش داره. خب یه بخشش نهاد یا ایده، یه بخشش ایگو یا خود، یه بخشش هم سوپر ایگوه یا فراخود فرامن. خب نهاد اینا رو هممون داریم یعنی من اینا رو مثال میزنم به خودتون فکر کنین چون همه ماها تو وجودمون داریم. درست. نهاد یا همون اید بخشی از وجود ماست که دنبال لذته. خب بخشی که با غریزه ما سر و کار داره، بخشی که میگه که من اینو میخوام باید به هم بدی زود، مثلا یه همچه حالتیه، مثل بچه کوچولوه، اینو میخوام لذت داره اینو به من بده. خب بخش ایگو یا اون خودمون اون بخشیه که با واقعیت سر و کار داره، دقیقا همین که ما فکر میکنیم، تصمیم میگیریم، میگیم خب من باید این کار انجام بدن، این ایگو شماه. خب بخش فرامن یا سوپر ایگو بخشی که با وجدان سر و کار داره، با وجدان اخلاقی مونه، که یعنی اون کاره که پدر مادر گفتن این کار بده ها نکنی، این کار خوبه، یا جامعت گفته، جامعه مثلا یه سری ارزشایی داره که میگن این ارزشا مهمه، تو جامعه اون سوپر ایگوزونه. حالا اونایی که جرم میکنن چجورین؟ اونایی که جرم میکنن نهادشون خیلی فعاله، اون بخشی که دنبال لذت و دنبال هیجانه، اصلا هم اخلاقی نیست. خب بعد سوپر ایگوشون که بخش وجدان و اخلاقشون خیلی کمه فعالیته، بعد ایگوشون هم ایگو قوی ندارن، یعنی زیاد در مورد این که حالا یه تصمیم درستی بخوام بگیرن یا اینا، نه ایگوشون انگار بگم دوگمش خاموش شده، یه حالتی بخوام بگم. آره روانکاوا اینو میگن کلا در رابطه من مثلا میگن که وقتی یکی جرم مرتکب میشه خیلی وقتا از روی مکانیسم دفاع روانیشه.
یه تعریف دیگه هم بگیم که اصلا مکانیسم دفاع روانی چیه. خب خیلی تخصصی داریم میریم جلو. آره من اینجوری دیدیم. آره میگه هر وقت شما یه سری نیاز داشته باشید، اون نیازاتون رو برآورده نتونین بکنین، دچار اضطراب میشین. برای اینکه اضطرابتون کم بشه میرین از مکانیسم دفاع روانی استفاده میکنین، خود به خود ناخودآگاه. خب بعد این توی جنایتکارا بررسی کردن دیدم بوده. مثلا یه مکانیسم دفاع روانی داریم، مکانیسم دفاع روانی جابجاییه. یعنی تو از مکانیسم جابجایی اینه که تو مثلا میگم از من ناراحتی شیما، ولی نمیتونی ناراحتیت رو یا بگم خشم، حالا مثلا از من خیلی عصبانی شیما، ولی من چون دوست صمیمیتم نمیتونی خشمتو با من خالی کنی، میری خشمتو رو سر یکی دیگه خالی میکنی که آسیبش هم کمتره برات. خب این یعنی جابجایی. چقدر من این کارو میکنم. آره. حالا مثلا دیدم تو اونایی که مثلا قتل انجام داده بودن خیلی جالب بود. من داشتم زندگی نامه قاتل رو میخوندم، یه خانومی بود که عروسش رو کشته بود. خب مادام لفه‌بور بود اسمشم. بعد تحقیق کرده بودن دیده بودن که این خانم لفه‌بور از مادرش یه خشمی داشته، دوست داشته مادرش رو بکشه، یه خشم خیلی زیادی داشته. اون خشم رو به عروسش جابجا میکنه، مکانیسم جابجایی. بیچاره عروسه. آره اونو به قتل میرسونه. خدا اون که خبر نداره. اونه کجا میدونسته؟ اصلا خشمتو برو سر مادر خودت. نه دیگه مادر خیلی براش عزیزه دیگه. میدونی که پدر مادر جزئیان که ماها میگیم نه هر جوری باشم باید اینا رو قبول کنیم. قهرمان پیچیده خیلی، یعنی روانکاوا خیلی چیز جالبی کار کردن رو این قضیه که حالا بگم ممکنه حوصله‌شون سر بره. خیلی جالبه که ما چقدر پیچیده است و اینا رو همه رو ناخودآگاه انجام میدیم، ما فکری نداریم روش. خیلی جالبه. یا مثلا مکانیسم دفاعی جبرانه. مثلا دیدن بعضی از اونایی که دیدن که مثلا جرمایی مثلا حالا من قتل رو مثال میزنم چون خیلی وحشتناک‌تر از بقیه جرما، سنگین‌تره. مثلا دیده بودم مثلا یکی مکانیسم دفاعی جبران رو به کار برده. مثلا اون احساس حقارت درونی که داشته رو برای اینکه جبران بکنه رفته یه جرم مرتکب شده. برای جبران اون احساس حقارت درونیش بوده که اون کارو کرده. یعنی یه جوری اعتماد به نفس نداشته. آره یه جوری عدم اعتماد به نفس یه جوری میخواد به خودش. آره یعنی من از درون احساس ناکامی دارم، احساس میکنم چه آدم آشغالی ام، میخواد به خودت ثابت کنی که آدم به درد بخوری هستی. دقیقاً. مثلا یکی از قاتلای سریالی که یه پسر جوونی هم بود تو آمریکا بود میگفتش که من تو مدرسه هیچ وقت منو هیچکی نمیدید، هیچکی از من خوشش نمیومد. خب من میگفت من انگار هر جا میرفتم آدم حساب نمیکردم، ولی من میخواستم بهشون نشون بدم منو ببینید فقط. و تبدیل شده بود به یه قاتل سری خیلی معروف که تیتر اول روزنامه بود. میگفت منو میخوام ببینید، میدونید منو دیگه شما میتونید ببینید. خب پسرم یه کار دیگه بکن. همون ببین آدلر خیلی جالب گفته. آدلر میگه که ما با احساس حقارت به دنیا میایم شیما، خب ولی برای جبران اون احساس حقارته میایم دنبال مقام و قدرت. خب میریم درس میخونیم، میریم شغل پیدا میکنیم. خب میگه این غریزه ها رو اگه ما درست هدایت بکنیم، پرورش بدیم، شما میرید یه شغل خوب میگیری، یه آره، ولی اگه شما اینو درست هدایتش نکنین همین احساس حقارت کار دستتون میده. برای جبران اون میرید مرتکب جرم میشین. مثلا همین قاتله که گفتم احساس حقارت خیلی شدیدی داشت ولی پس یه جوری مریضن. آره واقعا نیاز به کمک دارن. آره نیاز به کمک دارن. بیچاره دلم سوخت براش. خیلی زجر داره میکشه دیگه. آره مثلا کاری ندارم که چی کار میخواد بکنه، ولی خب اونم اذیته بیچاره. آره دیگه، یعنی خب کسی که این احساسای درونی رو نداشته باشه که نمیتونه. اول از همه ما خودمون شروع میشه دیگه. اگه من خودم حالم بده، از خودم حالم بهم میخوره، واسه همین بقیه حالم بهم میخوره. آفرین، صدمه میزنی به همه. آره چون خودمو در مرحله اول خوشم نمیاد، دوستش ندارم. چقدر خوبه پس با همه آدمو خوب رفتار کنی.
همون دیگه. مثلا ببین با بچه ها. آره خیلی جالبه. ببین الان که میگی من دیدم که داشتم زندگی نامه اکثر این چیزا رو میخوندم، دیدم اینا اکثرا توی خانواده های بزرگ شدن که والدینشون یا خیلی سختگیر و خشن بودن یا خیلی بی‌توجه و طرد کننده بودن. یعنی ببین چقدر والدین تاثیر دارن، محیط خانواده. یا اینا مثلا اکثرا تو کودکی خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیرن، سوء استفاده جسمی، جنسی، عاطفی. خیلی خیلی مهمه که بچه‌ها خود جامعه پس این بیمارا رو تحویل میده دیگه. یه جورایی همه دست به دست همیم. هم جامعه هم خانواده خودش مثل یک جامعه کوچولوه. میدونی پدر مادر رفتارشون، مدرسه آموزش پرورش خیلی مهمه. یعنی ببین یه چیزیه که ما هممون داریم روش تاثیر میذاریم. یه موقعی هست توی جامعه تو خانواده خوبی نداری ولی آموزش پرورش اون کشور خیلی خوبه، میری تو اونجا آرامش میگیری. دو تا معلم خوب میبینی، دوستای خوب پیدا میکنی، راهنماییت میکنن. یه جا میبینی که تو جامعه نه خانواده خوب داری نه آموزش پرورش خوب داری، نه دوستای خوب داری، نه وضع مالی خوب داری. خب معلومه اون جامعه پر از این آدمایی که حس حقارت بهشون دست میده. حالا ممکنه تو مسیر درست قرار بگیرن که من فکر نمی‌کنم، بیشتر تو هم مسیر بعد قرار میگیره. راست میگی. حالا این از بحث اینایی بود. حالا یه بحث خیلی جالب دیگه هم هست که خیلی روی اینم کار کردن توی روانشناسی، بحث تیپ‌های شخصیتیه. خب که ببینن اینا چه تیپ‌های شخصیتی دارن. خب تیپ‌های شخصیتی که من میخوام بگم مثلا اینجا اکثر روانشناسام روی این خیلی کار کردن، من در مورد اختلال اینا صحبت میخوام بکنم، چون اینا که الان من صحبت میکنم خیلی ها دارن، چون جزء تیپ‌های شخصیتیه. ولی من اختلال میگم. اختلال که میگیم یعنی چی؟ کلا تو روانشناسی و پادکست قبلیمون گفتیم یاد باشه. وقتی میگفتیم اختلال یعنی تو زندگی شخصیش، شغلش، روابطش، یعنی آسیب داره ایجاد میکنه، مشکل ایجاد کرده، این یعنی اختلال. درست. یعنی هر جام دیگه تو روانشناسی اختلال و دیزوردر شنیدن بچه‌ها بدونن یعنی پادکست قبلا میاد در مورد حرف زدیم گفتیم اختلال. اختلاله یعنی دیگه داره مرزا شکسته میشه، داره به جاهای دیگه ای میرسه. یعنی تو این حوزه ها داری آسیب ایجاد میکنی، داری آسیب میبینی، این میشه اختلال. حالا این شخصیت هایی هم که میگن دقت کنن اختلاله، فکر نکنین این شخصیت ها رو دارید دیگه الان دنیا تمام شده. نه، اینا شخصیت ها هستن، همه دارن، حالا یکی بیشتر یکی کمتر. مثلا دیدن اونایی که اختلال بیشتره، اینایی که من میگم، دیدن اینایی که این اختلال شخصیت ها رو دارن رفتن بیشتر سراغ جرم. خب مثلا اونایی که اختلال شخصیت اسکیزوئید دارن. یعنی چی؟ اختلال شخصیت اسکیزوئید اونایین که خیلی عاشق تنهایی هن، اصلا دوست ندارن با دیگران رابطه برقرار کنن. آدمایی که کلا سردن، تو هیچ هیجانی از اینا نمیگیری. یعنی مثلا حتی به قیافش هم نگاه کنی نمیدونی یارو خوشحاله ناراحته، کلا انگار یه ماسک زدن رو صورتشون. خب خیلی درونگران و خیلی هم منزوی هن اینا. درسته. بعد خیلی جالبه اگه بچه دوست داشته باشن مثلا بدونن تیپ های شخصیتیشون چیه، مثلا تست میلون هست که میگه هر کی چه تیپ شخصیتی داره، چه ویژگیایی داره و اینا. اینم هست، اینم جزء شخصیت هست، ولی میگم این اختلالش بوده. خب درسته. بعد دومین اختلال شخصیت مرزیه یا بوردرلاین. خب اینا کلا شخصیتایی هستن که ناپایدارن، بی ثباتن، کلا تو رفتارشون ثبات ندارن، تو اخلاقشون ثبات. میگن طرف مودی. دیدی؟ آره خیلی دیدیم، من زیاد دیدم. مثلا طرف همه آدما وجود داره، مثلا همه آدم موده خوب داره موده و بعضی خیلی مودی همونن دقیقا مرزی اینجوری هن، ثبات ندارن، تو نمیدونی این چه جوریه. یعنی مثلا تو رفتارشون، بله تو رفتارش، تو اخلاقش، تو طرز فکرش همش بی ثباتی میبینی. یعنی مثلا اینجوری فکر میکنه فرید. باریکلا، این خیلی این مرزیه، مشکل مرزی. خب
اینا هستش. خب ولی میگم اینا اختلاله. ببین ما این شخصیت رو داریم، آسیب نمیزنه، مشکلی نداره تو این شخصیت رو داشته باشی، ولی وقتی اختلاله، من دارم میگم یعنی داره آسیب میزنه بهت، یه همچین ویژگی به خودت و دیگران. بعد ببین مرزیا مودی هن دیگه، یه مود دارن که خیلی خوشحالن، مانیان، اوج خوشحالی و همه چی خیلی خوبه، هدف دارم تو زندگی بودم کار کنم. یه مود دارن، مود افسردگی دارن، احساس میکنن که دنیا دیگه تموم شد، من چقدر بدبختم، من باید. بعد خیلی علاقه هم که مرزیا دارن اینه که به خودشون آسیب دوست دارن برسونن، یه همچین ویژگی دارن. بعد اونا تو این خلقشون که هی نوسان میکنه، وقتی خلقشون مثلا یا خیلی میره بالا یا خیلی میاد پایین، دوستان سراغ مواد مخدر برن یا الکل برن که این موده رو درست بکنن. طفلیا دنبال اینن که یه کاری بکنن، تنظیم بکنن خودشونو. بعد مثلا دیدن که بیشتر تو اون حالتایی که مواد زدن یا الکل زدن یا از این حالتی که توی مود ثابتی نیستن، رفتن سراغ دزدی. مثلا رفته تو این حالش رفته یه دزدی هم کرده. یعنی تو ببین تو حتی یکی هم دزدی میکنه نمیدونی پشتش چیه. الان این چجوریه؟ مثلا شخصیتش، خانواده است، جامعه چجوری میشه که دزدی میکنه؟ خیلی عوامل بسته، خیلی پشتش چیزن. یا مثلا یه این نشون میده که میگن قضاوت نکن. دقیقاً اصلا نمیشه قضاوت کنی. نه مثلا ما چی بگیم؟ یعنی الان تو 3 تا دلیل دادی که هر 3 تا دلیلش کلی چیز داشت، شاخه داشت. خیلی. بعد تو باید بذاری اصلا نباید قضاوت کنی، اصلا قضاوت نکنیم کسی. اصلا نمیشه. ببین مثلا یکم هست اختلال شخصیت ضد اجتماعیه، خب یا آنتی سوشالا، اینا کلا نسبت به قانون جامعه اهمیت نمیدن، قانون راحت میشکنن، زیباشون مهم نیست. مثلا حتی قانون رانندگی و قانون رانندگی اصلا کلا به قانون چیزی نیست. پس از این آدمایی که قانونا رو رعایت نمیکنن باید ترسید. خب مثلا چقدر زیادن، خیلی زیادن. میگم این اختلال یعنی که تو اون حوزه ها داره آسیب میزنه. معنی این شخصیت ها رو ما خیلی زیاد میبینیم، همه دارن یا مثلا همه تومون داریم اینا رو، حالا یکی کم داره یکی زیاد داره. نه من اینجا یه ذره گم شدم. ببین نگاه کن، مثلا تو اینا رو داری، مستعد اینی که جرم انجام بدی، این اختلال رو داشته باشی؟ آره مستعد. ببین من نمیگم مثلا یکی آنتی سوشاله ولی مثلا دلیل نداره که مثلا بره حالا آنتی سوشال خیلی خاص دارن چون خیلی آدمای شالاتان و قالتاقی هن. خب یعنی تو همه حوزه هم دیده میشن. کلا آدمای قالتاق دیگه خوب بلدن از بقیه سوء استفاده کنن. کلا بردارن. باریکلا. چرب زرمونن و خوب بلدن سوء استفاده بکنن. خب که 80% قاتلا تو زندان این شخصیت دارن، چون آنتی سوشالا وقتی جرمی مرتکب میشن اصلا احساس پشیمونی ندارن. اصلا چجوریه؟ به خودشون حق میدن یا اصلا کلا اون کارو اصلا انگار خوابیده توشون احساس پشیمونی؟ و مثلا خیلی آنتی سوشاله خیلی حقه بازن یا مثلا میگن گریه میکنن ما پشیمونی اینا، ولی دروغ داره بهت میگه هیچ خبری نیست. خب خیلی یعنی واقعا اونم باز بستگی به عوامل دیگه ای داره، ممکنه مشکل فیزیولوژی داشته باشه یا مشکل خیلی خب ولی دلیل نمیشه کسی که بگم اینا اختلال رو داره بره قتل انجام بده یا دزدی. نه خب بهتره که بشناسن. مثلا من بدونم که اینم خب گرایشه یه زنه میره ها، اگه اونجا دزدی کردم یا حق یکی رو خوردم یه همچین گرایشی تو من هست، من اینجوریم، مثلا یه همچین شخصیتایی دارم. خب بعد این شخصیت ها شکل گرفته، ما نمیتونیم شخصیتمون رو که عوض کنیم. میدونی چی میگم؟ این الان مثلا آنتی سوشال گفتی. اینو یاد یه شخصیت فیلم من انداخت. لاستو دیدی؟ ساویر جیمز بود که کلاهبردار بود. بعد گذشته‌شو نشون میداد که بچه بود، چیز بود، دقیقاً یه شارلاتان اومده بود باعث شده بود که باباش مامانشو بکشه و بابای خودشو کشته بود. خب ببین این باعث شده بود در آینده شارلاتان بشه. هر کی که دزدی میکنه یا قالتاقه یا شارلاتانه خیلی دلیل پشتشه. خب شاید اصلا اختلال شخصیت ضد اجتماعی نداشته باشه. نه مثال دارم میگم یاد اون افتادم. خب ولی اکثر قاتلا اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارن. خب آره دیگه، وقتی تو عذاب وجدان و کلا هیچی نداشته باشه اوکی دیگه. خیلی جالبه، من یه مصاحبه با یه قاتل زنجیره‌ای میدیدم، میگفتن از کاری که کردی پشیمونی؟ میگفت نه.
چه جالب. آره حالا یه سوالی که میخواستم بکنم، اصلا مالا سروتونین نمیدونم، ولی وقتی آدم میخواد یه کاری بکنه که به نظرش حالا بده، اضطراب میگیره، اصلا گند میزنه. خب همون حالا اگه حالا اگه روانکاوا بخوان رو تو نظر بدن، میگن چون تو سوپریگو قوی داری، فرامنت قویه. خب تو توی خانواده بزرگ شدی که ارزششون اینه که دروغ نگی. خب حالا تو اگه توی خانواده بزرگ میشدی که میگفتن دروغ خیلی خوبه، دروغ بگو، دزدی کن، قتل بکن، چه میدونم یه جنایت کن، خب فرامنه تو اون میگیره ارزش. همینجوری تو خیابون میریم همه قوانین رعایت که پلیسو میبینیم استرس میگیریم. من نمیدونم. خب همون دیگه، به خاطر اینکه به ما بچگی آموزش دادن که پلیسو دیدی باید قوانین رو احترام بذاری، اینا پلیس رو جریمه میکنه. نه ولی من همیشه به همین جای تعجب بود که مثلا یکی میره قتل میکنه استرس نمیگیره، حالت من اصلا یکی صداشو بلندم میکنه دست و پایی که شروع میکنه به لرزیدن، میگه چی میرن مثلا کارای بد میکنه. آره خب چون فرامنشون خیلی قوی نیست، یعنی اونا ارزشایی که تو جامعه هست، ارزشایی که وجود داره، اخلاقیه رو تو خودشون درونی نکردن. درونی کردن فرق داره. درونی کردن یعنی که حتی کسی بالا سرت هم نباشه تو نمیتونی تو تنهایی اون کارو بکنی. ولی واقعا بیچاره گناه دارن، نیاز به کمک دارن قبل از اینکه این کارو آره دیگه برای همین روانشناسا میگن که واقعا باید به اینا کمک بکنید و هستش. ما اصلا روانشناسی جنایی داریم که اختصاصا اینه که با اینا برن کار بکنن، کمکشون بکنن. آره. بعد مثلا یه اختلال شخصیت دیگه هم اختلال شخصیت سادیسمه. خب که اینا از زجر دادن لذت میبرن. خب سادیسم داریم ما، خب ولی اینا اختلالشو دارن. اختلال یعنی بچه‌ها بدونین اگزاجره است، یعنی داره آسیب میزنه. بله. اینا رو یه وقت فردا نرید به اینو اون هی برچسب بزنید بگید یه چیزی یاد گرفتم. حالا دیدگاه جامعه شناختی خیلی جالبه، از دید جامعه شناسی بررسی بکنیم. دیدگاه جامعه شناختی میگه که یکی به خاطر جامعه پذیری ناقصه، یعنی که کسی که داره جرم میکنه درست اجتماعی نشده، اون طفلی درست یاد نگرفته تو اون جامعه چه هنجارهایی درسته، چه کاری درسته، چه کاری غلطه. اون اصلا خوب طفلی نتونسته اجتماعی بشه، برای همین رفته جرم کرده. خب یا مثلا یه دلیل دیگهش اینه که جامعه شناسا میگن کسی که جرم میکنه به خاطر فشارهای اجتماعی که به مردم داره وارد میشه، که اصلا جمله معروفشون اینه که فقر باعث جرمه. من اینو قبول دارم. میدونی یعنی جامعه هم تقصیر داره تو این قضیه. یا مثلا یه نظر دیگه شون جامعه شناسان میگن که رفتارای جنایی آموختنیه. تو اول یاد میگیری که قاتل بشی، بعد میره قتل میکنی. تو اول یاد میگیری که دزدی کنی، بعد میری دزد میشی. میگه ما اینا رو یاد میگیریم از اطرافیان. ببین یعنی پس چقدر جامعه تاثیر داره که چه چیزایی به مردمش یاد بده. خب بعد یکی دیگه هم بحث مثلا هر وقتی تو در مورد این چیزا صحبت میکنی من یه استرسی میگیرم، اصلا دیگه دوست ندارم بچه داشتم. چقدر واقعا بچه مهمه. خیلی هر بحثی که میکنیم میبینیم که به بچگی ربط داره، چقدر خانواده ربط داره، چقدر محیط آموزش پروره، همه چی رو هم تاثیر داره. من بتونم بچه‌مو تربیت، تلویزیونی که نمیتونم ازش بگیرم، اینترنتو که نمیتونم، همش هم خب دیدی که آره دیگه هست. فیلما نمیتونی بگی نگاه نکنی، بالاخره یه جایی باید ببینه، خیلی سخته. ولی خب چیز مهمی که اولین چیز هست، بچه وقتی به دنیا میاد اولین نفری که میبینه پدر مادرشن. درسته. پس اگه تو میخوای یه بچه سالمی تحویل جامعه بدی، اول با خود پدر مادر سالم باشن. درسته. تا وقتی خودشون سالم نباشن چجوری میخوان یه بچه سالم؟ من نمیبینم پدر مادر سالم من اطرافم. میدونی اول اون بچه که اول نمیره که بسم الله مدرسه، نه اولش که ما نگاه میکنیم خیلی کمال در حد کماله، ولی خیلی سخته که آدم بخواد یه بچه رو بزرگ کنه سالم تحویل جامعه بده. دقیقاً. چون تو بچگی همه این بحثایی که داریم بچگی شکل میگیره. دقیقاً شیما. و مثلا جامعه شناسی که بحث تضاد طبقاتی رو گفتن، میگن اصلا تضاد طبقاتی توی جامعه باشه انحراف اجتماعی ایجاد میکنه. اینو قبول دارم. خب دیدی اینو قبول دارم. بعد
مثلا یه چیز دیگه هم هست، میگن جامعه شناسا میگن وقتی فرد با جامعه‌ای که توش زندگی میکنه احساس همبستگی نکنه، حس میکنه چجوری میگم، انگار از اون جامعه بریده شده. این فرد بیشتر میره دنبال نقض قوانین. ببین توی جامعه، افراد جامعه باید حس کنن که نسبت به اون کشوری که توش زندگی میکنن، نسبت به جامعه که هستن، یه علاقه‌ای دارن به اون کشور، یه همبستگی دارن. میدونیم حس میکنن که آره مثلا تو اون کشور به من دارن اهمیت میدن، پس منم به قوانین اونا اهمیت میدم. خیلی خب این حسه از بین بره، اون فرد بیشتر میره سراغ نقض اون قوانین جامعه، بیشتر میره سراغ جرم. این خیلی چیز مهمیه که تو کشورهای غربی خیلی رو این کار کردن، خیلی که به فرد ارزش میدن. یه نظر دیگه هم که تو جامعه شناسی هست میگه که اگه دستگاه حاکمه توی اون جامعه فاسد باشه، خب باعث میشه که جرم تو اون جامعه بالاتر میره. خب یعنی این دوتا همبستگی دارن. بعد و آخرین نظری هم که من اینجا میخوام بگم در رابطه با اینه که میگه که یه فرمولی هست، تو توی یه جامعه زندگی میکنی، یه سری هم تمایلات فردی داری، ولی تو یه مقاومتی داری. اگه مقاومت تو شکسته بشه جرم میکنی. خیلی جالبه. مثلا من تو ایران مثلا زندگی میکنم، خب یه سرم تمایلاتم چیه، شخصیت ضد اجتماعی هم دارم، یه سرم نقض قوانین برام مهم نیست. خب ولی جامعه یه بستری رو برام فراهم میکنه که مقاومت منو میبره بالا. خب یعنی میگه خب آقا من کی جرم میکنم، من یه نیازی دارم، نیازمو میخوام برطرف کنم، خب راه درستش باشه بتونم نیازمو برطرف کنم، خب جرم نمیکنم. میدونی اگه من بدونم آقا من میدونم انقدر کار کنم پول در میارم میتونم زندگی رفاه داشته باشم، اینا نمیرم که دزدی بکنم، که میدونی مثال میزنم. حالا جامعه که به من این رفاهو بده، تحصیلات بده، مثلا اینجوری کنه کمکم میکنه، اینا خب من دیوونم برم دزدی کنم؟ نه نمیکنم. خب مقاومت من میبره بالا. در نتیجه مثلا یا یه قوانینی میذاره میگه ببین اگه شو دزدی بکنی از اینا محرومت میکنن. کاری که تو آمریکا میکنن دیگه، اعتبار میده، میگه تو اگه اعتبارتو خراب بکنی از خیلی چیزا محرومی، زندگی کن محرومی، ولی اعتبارت بره بالا خیلی بهت هم تحصیلات میدم. میدونی مقاومت افراد اینجوری میبرن بالا که جرم کم، مثلا جرم زیاد انجام نشه. جامعه خیلی تاثیر داره که بتونه افرادو کمک کنه مقاومت بکنن در مورد، حالا یه سری تمایلات دارن ولی مقاومت همو ببره بالا. اون مقاومت بشکنه جرم. حالا ما فهمیدم چرا ما اینجوری ببین حالا دیگه چقدر جرم و اینجور چیزا زیاده. آره چقدر اینجا قتل و دزدی و چقدر زیاد داریم. ببین همه چی دست به دست میده. خب آخه ببین با این استانداردهایی که تو گفتی، این چیزی که تو گفتی از همون خانواده و آموزش پرورش و اینا که گفتی، ما هیچ کدومشو نداریم. یعنی ما هیچ کدومشو نداریم. واقعا میتونم بگم خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه بشینی فکر کنی. خدا رو شکر حالا باز شما نمیتونیم بگیم هیچ کدوم. هیچ کدومو من نمیگم، من درصد زیادی از مردم میگم. آموزش پرورش خب حالا بیشتر بچه‌های ایران کجا درس میخونن؟ تو آمریکا که درس نمیخونن، تو ایران دارن درس میخونن. نه میدونم ولی نمیتونیم بگیم 100% اینجوریه، ولی خیلیاشو نداریم. شاید اینجوری بگیم خیلیاشو نداریم. خدا رو شکر پس همین کسی اگر من نابود بودیم. ببین همه چی رو هم تاثیر داره. تو از کجا میدونی شاید یه حرف من به یه آدم باعث بشه که اون بره یه کار وحشتناکی مسیر زندگیش اصلا. آره منم میدونی ما یعنی حالا ما نمیتونیم همه رو بندازیم گردن آموزش پرورش. شاید از منم هست، شاید منم اگه یه جایی میتونستم دست یکی رو بگیرم شاید اون نمیرفت مثلا یه کار خلافی میکرد. میدونی خیلی چیز دارم که رو آموزش پرورش به خاطر این که آموزش پرورش خیلی مهمه. خیلی اصلا من نمیتونم بگم چقدر مهمه. ژاپن برای همین متحول شده. ببین آموزش پرورش خیلی باید قوی باشه، چون بعد از خانواده جایی که بچه‌ها میرن آموزش پرورشه. تو وقتی آموزش پرورش قوی داشته باشی دیگه خانواده‌تو خب اونقدر اهمیت نمیدی، چه خوب چه بد.
میدونی دارم به چی میگم؟ آره. بعد اگه قوی باشه تو اصلا مسیر زندگی تغییر میکنه تو آموزش پرورش. راست میگی. خب استعدادات شکوفا میشه، حمایت میشی اگه اذیت بشی تو خانواده، حالا هرچی. من دارم میگم هیچی نداریم به خاطر اینکه نداریم واقعا متاسفانه، ولی خب میگم که آدم تو محدودیت ها ستاره میشه. باید امید داشته باشی بالاخره، ولی شاید تحولی صورت بگیره. آره مثلا آمریکا که شده آمریکا، خب به خاطر همین قوانینی که گفتی و آموزش پرورش رو خیلی چیزا باید کار کرد. جامعه هست، خانواده هست، گفتم از فیزیولوژیک هست. مثلا خیلی جالبه که یه همین اصغر قاتل که یکی از قاتل‌ها خیلی معروف بوده و اینا تو ایران، این پدر بزرگش قاتل خیلی معروفی بوده، باباش هم یه قاتل معروفی بوده. خب شغل خانوادگیشون بوده. آره، ولی مادرش هیچ وقت به این نمیگه که تو بابات قاتل بوده. این اصلا نمیدونسته، اصلا هیچی نمیدونسته، که باباش رفته یه جای دیگه و اصلا خبری نیست. بابا رفته مأموریت. خب گاهی وقتا ژنم هست ولی تو ژنش این هستش، بعد میبینه مثلا یعنی ژنتیکی داشته. آره، ما نمیتونیم همه فاکتورها رو کنترل کنیم. خیلی وقتا هم هست، ولی ما میتونیم کاهش بدیم. خب من همین کاهش دادن خیلی بهتره. اگه یه خانواده آگاه باشه، پدر مادری که آگاه باشن بچه رو چجوری تربیت کنن. اصلا به نظر من دزدی که میگی همه بچه دزدی کردن. من خودم جزو آدمایی بودم که بچه‌ای بالاخره یه چیزی وسیله برداشتی. خب ولی رفتاری که باهات میشه خیلی بعدش مهمه. آره میدونی این خیلی مهمه که تو به عنوان پدر مادر بدونی که مثلا بچت این کار که میکنه بالاخره این کارو تو خودتو گول نزن، پیامبر که نیسته، این کار میکنه، تو باهاش چجوری صحبت کنی، چجوری راهنماییش کنی که این بچه رو توی مسیر قرار بدی که اون مسیر بده نباشه. آره دقیقاً راست میگی. خب بعد اگه پدر مادر بلد نباشن، آموزش پرورش حداقل بلد باشه باش چجوری رفتار کنه. راست میگی. ولی اصلا یه چیزی یاد دادم. اصلا تعطیل تازه چیزی هم بدی بود که تنبیه میکردن زمان ما. آره تنبیه های بدنی و تحقیر. اصلا میدونی که بچه رو، کودک رو تو تحقیر کنی داری سوء استفاده میکنی از اون. تو نباید یه بچه رو تحقیر کنی. که من یادم معلم ریاضیمون از خاطرات پر افتخارش این بودش که تعریف میکرد یه تو طرحش یه دونه شاگرد داشته، اونو انقدر زده بود توی روستا، خانم بودا، انقدر زده بود بچه درخیص کرده بود خودشو وسط کلاس و با این افتخار میکرد و من همونجا انقدر از این معلم میترسیدم دیگه. آموزش پرورش وقتی هیچ نظارتی رو معلماش نداره همین میشه دیگه. در هر صورت و خیلی مراقب خودمون باشیم تو جامعه. یه کنون پدر مادرمون بچه رو دادن طفلی بره مدرسه، کجا میدونن؟ چون بچه روستا بوده باید بزنیش. حالا در کل کاری ندارم، باید خیلی مراقب بچه هامون باشیم. خیلی زیاد. خب پس تموم شد. آره الان من اینایی که میخواستم بگم گفتم. خیلی جالب بود به نظرم. دست درد نکنه. میگم حالا بعدش یه سری سریال و فیلم ها معرفی میکنیم که برید ببینید که اینا چجوری هن. خیلی همه چه خانواده ای دارید، تو چه جامعه هستید، چی فکر میکنین، همه اینا تاثیر داره. مرسی، دست درد نکنه. مرسی از شما که با همون همراه بودیم. بچه‌ها کامنت یادتون نره، لایک یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره. خداحافظ.